بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، در درس 36 هستیم و در توحید در عبادات قلبی در مطلب سوم در توحید در صدق رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدق در لغت استوای چی میگه؟ استواء السر والعلانیه. صدق ما و شما میفهمیم که در لغت به معنای راستی هست و علما در عقیده توحید میگن که صدق چی هست؟ صدق یکی از عبادات قلبی هست و به معنای برابری چی است؟ سر، استواء السر والعلانیه و الظاهر والباطن. یعنی میگه چیزایی که سری شما هست و چیزهایی که علنی هست ای با هم مساوی باشه و چیزی که ظاهر شما هست و باطن شما هست ای چی باشه؟ مساوی باشه. یعنی صدقی هست که وقتی انسان امرای الله سبحانه و تعالی صادق هست، ظاهر و باطنش یک قسم بی باشه. این قسم نیست که مثلا در ظاهر بر مردم یک قسم خدا نشان بده و باطنش دیگه قسم باشه، یا چیزهایی را که علانی و آشکارا میکنه یک قسم باشه و چیزهایی را که در خفا میکنه و دیگه قسم باشه. پس این در صورت که انسان یک قسم باشه، باز ظاهر و باطنش یک قسم نباشه، در این صورت انسان چی میشه؟ این انسان صادق نمی باشه و یکی از شروط عبادت قلبی هست و یکی از شروط کلمه توحید، یکی از شروط لا اله الا الله هم همین صدق است که انسان مسلمان با خالق خود، با مخلوقات الله، در ظاهر خود، در باطن خود، در آشکارا و در پنهان یک قسم باشه. زبان انسان و قلب انسان و عمل انسان کلش یک قسم باشه. این قسم نه که مثلا در زبان یک چیز باشه و در باطن چیز دیگه باشه. این باز دلالت به کذب میکنه. دلیلش از قرآن عظیم الشان الله متعال میگه والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق و کسی که صدق را آورد و صدق به و به او تصدیق کرد، اینها چی هستن؟ متقین هستن. یعنی کسی که لا اله الا الله را با خود آورد و کسایی که این حقیقت لا اله الا الله را باور داشت، اینها متقیای واقعی هستند. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که الذی جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. الصدق في هذه الثلاثه. میگه کسی که با صدق آورده، از صفت از چی است که الصدق فی قوله و عمله و حاله، یعنی در قولش، در سخنش و در عملش و حالتش، در کل از انسان چی باشه؟ صادق باشه. یعنی صدق در اقوال، صدق در اعمال. صدق در اقوال چی؟ یعنی برابری زبانش با سخنانش، برابری افعال با اوامر الهی و مطابقت هست. و صدق در احوالش از برابری اعمال قلب و اعضای بدن. یعنی این قسم است که انسان مثلا زبانش صادق است، آنچه که میگه راست میگه، و آنچه در قلبش است او راست است و حقیقی هست و با زبانش یک چیز است. و حالاتش که از اعمال قلبیش و اعضای بدنش هم مساوی با ازی هست.
الله متعال میگه هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت روزی است که منفعت میرسانه برای انسانهای صادق صدقشان. از احادیث ما و شما چی دلیل داریم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد صدق میگه من مات و هو یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه. یعنی کسی که شهادت میده که نیست معبود به حق که مستحق عبادت و اطاعت باشه بغیر از الله و شهادت بده که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست، این صادقا من قلبه. صادقا من قلبه است که انسان با امو شرایط و ارکانش این چی کنه؟ با شرایط و ارکانش این کلمه را بخوانه. علمای اسلام در این قسمت چی میگه؟ مثلا شیخ الاسلام میگه که الله در کتابش خبر داده که صدق در ایمان نمی شود مگر به جهاد در راه اینه. یکی از علامات صدق این هست که انسان مؤمن با چی میکنه؟ همو جهاد میکنه فی سبیل الله. این جهاد فی سبیل الله که هست سبب چی میشه؟ الله متعال اینا رو گفته که اینا صادق هستن یا راست میگن. اینا کسی که جهاد نمیکنه و میگه من مسلمان هستم از حکم الله سرپیچی میکنه، این صادق با الله نیست. و کسی که بازی جهاد رد میکنه و برای مجاهدین بدگویی میکنه، این خب اصلا در دایره ایمان هم داخل نشده، به خاطر از اینکه ایمانش اگر صادقانه می بود هیچ وقت سخنی را نمیگفت که او ضد آیات قرآن باشه و ضد شریعت الله باشه. ربیع بن انس رضی الله عنه رحمه الله میگه کسانی که صدق را آوردن پیغمبرها هستند. والذی جاء بالصدق میگه این پیغمبرها هستند. و صدقوا به و کسایی که را تصدیق کردن پیروای پیغمبرها هستند. والایمان اساسه الصدق و النفاق اساسه الكذب. یکی از علما میگه که اساس ایمان چی هست؟ صدق است. که تو مثلا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. این تصدیق بالقلب وقتی که شما امی چیزی را که به ایمان آوردین وقتی باور حقیقی داشته باشی، صادق باشی، او رو تصدیق میکنی. و نفاق است اساسش کذب است. اساس نفاق چی است؟ دروغ گفتن است. وقتی انسان با الله صادق نباشه این منافق است. با مردم صادق نباشه منافقت میکنه. ابراهیم خواص رحمه الله میگه صادق در ادای فرض و عمل به فضیلت ها معلوم میگردد. یعنی شما انسان صادق چه وقت میفهمین بشناسین که کت الله صادق است؟ در اعمالش معلوم میشه که آیا این صادق است یا نیست. نماز فرضش ببین و ادای فرایض، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، دعوت، در این فرایض انسان صادق از کاذب معلوم میشه. و عمل به فضیلت ها، انسان صادق حتی فضایل ترک نمیکنه. یوسف ابن اسباط میگه که اگر شب بخوابم که الله را با صدق معامله کنم برای محبوب تر است نسبت به این که با شمشیر در راه الله جهاد کنم. یه عالم میگه که از جهاد فی سبیل الله کرده هم چی است مهمتر است که من کدام شب با الله صادق باشم. چرا بسیاری کسایی هستن که مثلا جهاد کردن، ما شما ببینیم که مثلا یک کسی یک وقتی من در این فکر بودم که چرا اکثرا مثلا در 30 سال 20 سال پیش ما شما ببینیم بسیاری کسایی که بسیار زحمت کشیدن و سختی ها را دیدن، چرا در آخر اینا منحرف شدن؟ چرا مثلا حتی به سطح رهبرا به مشکلات گرفتار شدن؟
در این صورت وقتی که چی کردیم اینا را درباره‌شان تحقیق کردیم، پس آن متوجه شدیم که امی کسایی که بسیار حتی به سطح رهبریت رسیده بودن و مردم اینا را بسیار احترام میکرد، اینا با الله صادق نبودن. و وقتی انسان با الله صادق نباشه، الله متعال تا ایمان انسان قبول نمیکنه و بالاخره ایمان از پیشش میگیره. بسیاری از کسا مثلا نه برای شما سعی کنین برای یک کس پیسه میده که این پول بگی تو کلان و بزرگ هستی و به سطح رهبریت رسیدی، به خاطر مثلا مجاهدین، شهدا، اولاد شهیدا، یتیما اینا مصرف بکن. و این صادق نیست، پول از مردم به نام مجاهد، شهید، مصرف جهاد میگرفته، لکن بسیاری کسای مثلا این پول در جیب شخصی خود و برای حساب بانکی شخصی خود استعمال میکرد. اینی سبب میشه که بالاخره یک شخص حتی به سبب اینمی عدم صداقت این شخص تا ایمانش گرفته شود و بالاخره در صف کفار باشه و در صف مرتدین داخل شود و از دایره ایمان خارج شود. نعوذ بالله. بسیاری کسایی که مثلا 20 سال پیش به ایمانش افتخار میکردیم و به شخصیتش افتخار میکردیم و به دینداریش افتخار میکردیم، ولی پسان کسایی که صحبت میکردن صحبتشان نمی بود که اینا با خالق خود صادق نبودن، با مردم صادق نبودن. به این خاطر مال میگرفتن به خاطر دین الله و مصرفش میکردن برای منفعت شخصی خود. و این سبب میشه که انسان وقتی که در دین الله غلطی میکنه صادق نباشه و نتیجه صدقش چی میشه که بالاخره این انسان حتی الله متعال غضبناک میشه. چرا؟ ما هر سخنی که میگیم، هر حرفی که میگیم و هر چیزی که در قلب ما میگذره، الله متعال عالم الغیب و شهاده هست، خبیر است، لطیف است. پس الله متعال از تمام از این آگاه است و الله میدونه که کدام بنده صادق است و کدام بنده این کاذب است، دروغگوی است، فریب کاری میکنن، استفاده جویی میکنن و به نام اسلام و به نام دین اسلام مثلا این غلطی میکنن. پس از این خاطر این شخص میگه که اگر یک شب ما بتانم با امرای الله سبحانه و تعالی چی کنم صادق باشم، صادقانه معامله بکنم، این برای من بهتر است که من با شمشیر در جهاد فی سبیل الله باشم. چرا صدق مرتبه عالی داره بسیار زیاد. حارث محاسبی میگه که انسان صادق کسی است که برای اصلاح قلبش پروا نمیکند که تمامی احترامی که در قلبهای مردم دارد از بین برود. این سبحان الله. این چقدر گپی بسیار با ارزش است که عالم گفته است. میگه خوب میخوانیم اثر انسان صادق، میگه کسی است که برای اصلاح قلبش پروا نمیکنه که تمامی احترامی که در قلبهای مردم دارد از بین بره. وقتی انسان امرای مردم غلطی میکنه و دروغ میگه، مردم برش زیاد احترام میکنه. شما دیده باشین که اکثرا علمای درباری و انسانهای چاپلوس و انسانهای دروغگوی در جامعه بسیار مردم بر از او احترام میکنن و اینا رو دوست میداشته باشن. زمانه کجروشان را به بر کشد بیدل، هر آن که راست بود خار چشم افلاک است. اینا کسایی که دروغ میگه و فریبکاری میکنه، باز مردم میره بسیار احترام میکنه که چه قدم خوب است، چقدر راست میگه و چقدر طرفدار داره. ولی اگر انسان راست میگه و به مردم حق بیان میکنه، بسیاری کسا مخالفت میکنن. ما دیدیم مثلا وقتی یک حکم دینی رو برای یک کسی بگوییم، مثلا یک کسی است اشتباه کرده، خوب آدم بوده، پسان آمده مثلا خودش عالم است، از طاغوت طرفداری میکنه.
این حال میخیزی بر مردم میگه که اینمی با اینمی عمل خودش به پیروان طاغوت تبدیل شده و این گپش غلط است. کل طرفدارا و دوستای ازو چی میکنن؟ سر تو حمله را شروع میکنن و کل کسایی که مخالف دین هستن و عقیده اسلامی را درست نمیخواین تطبیق بکنن، اینا این بانه را پیدا میکنن و با بانی ازو سر تو حمله را شروع میکنن. پس انسان بسیار همون کسایی که طرفدارش است ایره از دست میده. ولی انسان صادق پشت از این نمیگرده که مردم چقدر از من طرفداری میکنن و چقدر مردم مرا توصیف میکنن. شاید یک کسی باشه که مثلا به هزاران نفر او رو توصیف بکنه، اما یک کسی دیگه باشه که هزاران نفر سر از او چی کنه؟ حمله بکنه. چرا خب آخر الزمان است. آخر الزمان که است، حالا چی شده؟ بسیاری از موازین سرچپه شده. 20 سال 30 سال پیش ما دیدیم که فامیل های با حجاب سر فامیل های بی حجاب و بی حیا خنده میکردن. حال سرچپگی قسم شده که فامیل های بی حجاب و بی حیا سر فامیل های با حجاب و با دیانت خنده میکردن. 20 سال پیش 30 سال پیش وقتی که اگر یک فامیل مثلا بچهش یا پسرش یا پدر یا برادرش در صف جهاد می بود، در سنگر می بود، و ای کسایی که مثلا در لشکر طاغوت می بودن، در حکومت مثلا طرفدار شوروی ها می بودن، در اون صورت یعنی اسکر و این سای منصبه که در لشکر روس ها بودن، ای به نام غلام، به نام برده، به نام جاسوس، به نام بیغیرت کل گیره میشناختن. و کسایی که در ضد روس ها جهاد میکردن اونا را مردم، حتی همین فامیلایی که مثلا فامیلای از اینا بودن، اونا را قهرمان و مسلمان و مجاهد و دارای مقام میدانستن. حالا چی شد برعکس از او؟ برعکس از او امروز مثلا وقتی که امریکایی آمدن جنگ فکری کردن، سرچپه ساختن. اونو کسایی که در لشکر امریکایی ها به نفع امریکایی ها و دفاع از اونا یا به زبان دفاع میکردن، یعنی و من یتولهم منکم فانه منهم، حتی در کفر داخل میشدن، باز اونا سر کسایی که اونا مجاهد بودن و دیندار بودن سر از او باز چی میکردن؟ او رشخندی میکردن و خنده میکردن. و حتی اگر گپ حق میگفتی، آدمی که گپ حق میگفت او متهم بود به چی؟ یک نفر ظاهرا خودش خائن است، از قتل لشکر امریکا کار میکنه، خودش وظیفه داره، خودش قاضی هست در حکومتی که حکومت زیر دست امریکایی است یا صاحب منصب است و یا عسکر است یا در اردو است یا پلیس است. اما وقتی تو گپ حق میگفتی، اونا کلی که تو را متهم میسازه که تو خائن هستی. سرچپه شدن، در حالی که خود از او معلوم دار آشکارا خائن است. ماشش از امریکا، دفاع از امریکا میکنه و تقریب امریکایی است و مصرفش امریکا میده و حکومت امریکایی است و حکومت دموکراسی است. کلش سیستمش اگر مطالعه بکنید سیستم طاغوتی هست و این در سیستم طاغوتی داخل است. بالاخره کی ملامت است؟ او کسی که به دین واقعا بیان میکنه، او رو ملامت میکنه، کلگی برش میگه که تو ملامت هستی. و او کسی که غلام هست و او کسی که خدمتگار در صف امریکایی است، او رو الله کافر میگه، بیدین میگه، از و من یتولهم منکم فانه منهم، از جمله از آن میگه. بازو بسیار افتخار میکنه که ایچی است، ای خدمتگار وطن است، طرفدار وطن است، وطن دوست است، ای قهرمان است و این چطور است. چرا بسیاری از موازین در آخر زمان چی شدن؟ سرچپه شدن، میره مردم از دین فاصله میگیرن و همین قسم. و حتی ما در علما دیدیم مثلا یک عالمی که 10 سال پیش جهاد تایید میکرد و مجاهدین تایید میکرد و کار خدمت کردن در لشکر کفار و در اردو و در پلیس و در اردو و در امنیتی که تحت دست امریکایی هست بیان میکرد که کل از اینا که هستن تو مشکل داره و تو جهاد خود نمیکنی، بلکه میخیزی به ضد مجاهدین استاد هستی و میزنی و بالا امریکایی برات چی میته؟ امریکایی برات کمانده میته و زیر دست از اونا هستی. ولی همین عالم 10 سال بعد سوال میکردی که خودش در پارلمان داخل شده و خودش مثلا از امو عسکرای کنار رد میکنه، از او بادیگارد داره و از او دفاع میکنه. و باز اگر تو که از پیش از او میگه پارا شنیدی، بسیاری وقتا ما بسیاری گپار از عالم دیگه یاد گرفتیم. حالا خود از یه عالم چی شدن؟ سرچپه شدن، باطل حق میگه، حق باطل میگه.
کافر مثلا کمونیستی که دشمن الله است و دشمن دین است و به هزار قتل کرده و کشته هست، ایره بعد میگفتن 20 سال پیش حال مثلا او کمونیست من حیث خدمتگار و من حیث بسیار انسان خوب رو چی میکنن؟ معرفی میکنن. پس اینجا هست که این شخص گپ سر چی است؟ آیا موازین تغییر میکنن؟ نه، شخص تغییر میکنه که 20 سال پیش صادق بود آل کاذب است، 10 سال پیش صادق بود آل کاذب است، صدق پیشش نیست. به خاطر ازی که در رضایت الله بسیار مردم از پیش تو خفه میشن. وقتی گپ حقه که میگی بسیاری کسا خفه میشن، بسیاری کسا دشنام میده، بسیاری کسا بد میگن. کامنت ها رو ببینید، بسیاری کسا کامنت های بد میگن، بسیار دشنام میدن. چرا؟ کسایی که باطل هست یا در باطل داخل است، او دیگه نمیخواه که حق برش بگی، حق بپذیره، نمیپذیره. و وقتی که نمیپذیره، تو که حق میگی در مقابل تو قرار میگیره و او کسی که باز باطل هم میگه او رو باز تشویق میکنن، او رو بسیار احترام میکنن. و ما اینو بسیار زیاد میدیدیم که مثلا انسان هایی که صادق نبودن و منافقت میکردن و غلطی میکردن، این حال انسان مسلمان یا عالم چی میگه که برای اصلاح قلبت پروا نمیکنی که احترامی که در قلبهای مردم داره از بین برم. من میخوایم با الله صادق باشم. اینقدر مردم مرا احترام میکنه، 10,000 نفر، 100,000 نفر مرا احترام میکنه. اما وقتی که گپ حق میزنم، در هر گپ حق مثلا 5,000 نفر از دست میدم. به خاطر صدق خود که صدق قلبی با الله داشته باشیم. مهم نیست که مثلا هیچ کسی را نداشته باشی و هیچ کسی تو را تایید نکنه و کلگی مثلا در صف مخالفی تو قرار بگیره. ولی مهم است که خودت مسئله صدق قلبی که هستی که مربوط بین بنده و بین خالقش است، کسی دیگه او رو درک کرده نمیتونه. خود انسان میفهمه، خود انسان میفهمه که من امرای الله صادق هستم یا من دروغگوی هستم، کاذب هستم. مثلا صحابه کرام الله متعال میگه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. مهاجرین میگه فقیر هستن. خب اینا فقیر چطور هستن؟ من یک وقت تعجب میکردم. مال مهاجرین خب میگه که عبدالرحمن ابن عوف است، میلیونر است، ابوبکر صدیق سرمایه‌دار بسیار بزنسمن است، تجار بسیار بزرگ است، عثمان غنی میگن. الله میگه که اینا فقیر هستن. پیش من تعجب میشه. پس آن فهمیدیم که اینا کل مالایشان چور کردن مشرکین و دشمنای توحید. اینا فقیر شدن وقتی در مدینه منوره آمدن، هیچ چیز نداشتن. الله متعال میگه للفقراء المهاجرین، برای مهاجرین فقیر هیچ چیز برشان کس نماندن. پس کل زندگی خود از صفر شروع کردن. الله متعال میگه نیت از اینا چی هست؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. ببینین اگر صفات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما بخوانیم، باز میفهمیم که ببینیم که علت صدق از اونا چی هست. الله متعال اونا رو چرا یک توصیف میکنن؟ ببینیم ما شما سر صدق گپ میزنیم. در مورد صحابه مثال عملی ما شما ببینیم. مثلا الله متعال میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله. بغیه در زبان عربی هدف میگه. الله متعال میگه که اهمی فقرای مهاجر که از خانه هایشان کشیده شدن، از مال هایشان هم از پیششان گرفته شد، فقیر شدن. خب وقتی که انسان از خانه خود کشیده شده و مالش هم برش نباشه، انسان طبعا فقیر میشه. در هجرت انسان به یک فقیر مبدل میشه که مثلا وقتی که در منطقه خود میباشی، مال داری، خانه داری، زندگی داری، کل چیز با حال مال تام نیستی، کل چیز از دست دادیم. اخرجوا من دیارهم و اموالهم، از من سرزمینشان و اموالشان. الله متعال میگه که الله خبر میده که در قلب از اینا چی بود، اینا چی هدف داشتن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. الله متعال میگه هدف از اینا چی بود؟ هدفشان
فضیلت از الله میخواستن، نه از مردم، نه از کسی دیگه. یبتغون فضلا من الله و رضوانه. از الله دو چیز میخواستن: الله برام فضیلت نصیب بکنه و الله از من راضی شود. اینا فضیلت از الله میخواستن و میخواستن که الله از اینا راضی باشه. الله متعال چی میگه؟ اولئک هم الصادقون. اینیا واقعا صادقا بودن. صادقا بودن که ببین صدق ما و شما میخوانیم. الله میگه شما باید صادق باشین. صدق در قلب است. از این کی با خبر است؟ الله با خبر است. الله از صادقین خبر میده که کی بودن صادقا؟ کسایی که مال خدا و خانه خدا به خاطر رضایت الله ترک کردن. هدفشان چی بود؟ هدفشان چی بود؟ هدف دنیایی نداشتن. هدف دنیایی نداشتن. هدفشان چی بود؟ یبتغون فضلا من الله، که فضیلت از الله داده شد و رضایت از جانب الله باشه. فضیلت هم از الله میخواستن، از مردم نمیخواستن. چرا وقتی که الله تو را فضیلت بده، مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله عزت داده بود سنگسار میکردن، بد میگفتن، ساحر میگفتن، کاذب میگفتن، کذاب میگفتن، هزارها لقب به سرش میگذاشتن. یبتغون فضلا من الله و رضوان، و میگفتن که الله از ما راضی شود، مال ما بره، خانه ما بره، زندگی ما بره، نام ما بره، شهرت ما بره، کل چیزای ما بره، هر چیزی بده بگویم چیشن اولئک هم الصادقون. اینا راستگویا بودن. در اصل از اینا کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پایین کی بود؟ مهاجرینی که ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب و دیگه صحابه رضی الله عنهم اجمعین. الله میگه اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه اینا کی بودن؟ صادق ها بودن، راست بودن. با امر الله اینا راست بودن. در مقابل از پالوی از بیان میکنه که مثلا انصار خیلی صفت داشتن، اونا میگن مفلحون بودن، اونا کامیاب بودن. چی کردن اونا کامیاب بودن؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم. انصار صفتشان این بود که دو خانه داشتن، خانه قلب و خانه که مادی که زندگی میکردن. اردوی زیر آماده کرده بودن به خاطر رضایت الله. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. مهاجرین دوست داشتن. مهاجرینی که اونا به خاطر دین الله هجرت کرده بودن، اونا را دوست داشتن. دوست داشتن. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و اینا طلب از مال مهاجرین نمی کردن، که مالی که به مهاجر اگر کدام چیزی می رسید اینا او را طلب نمی کردن و حتی از حق خود می گرفتن و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن. ایثار چی رو میگن؟ یکی عدالت است، یکی ایثار است. عدالتی است که مثلا شما 100 روپیه هست، دو نفر مستحق هستین که تقسیم بکنین، 50 خودت میگیری، 50 به دوستت میدین. این عدالت کردین، تقسیم کردین. اما ایثار چی رو میگه؟ که شما 100 روپیه رو میگیرین، 80 روپیه برای جان مقابل میدین، 20 روپیه برای خود میگیری، 30 روپیه رو برای او ایثار کردین. اینال انصار چی میکردن؟ انصار در مدینه منوره اینا از مال خود و از خانه خود و از چیزهای خود برای مهاجرین ایثار میکردن، اگرچه خودشان مشکلات میداشتن. الله متعال میگه اولئک هم المفلحون. اینیا کامیاب هستن. اگر این صفات مهاجرین انصار در وجودت ببیه است، تو هم در جمله صادقین و در جمله مفلحین هستی. اگر نیست، نیستی. یک عالم دیگه میگه کسی که صادقانه از الله طلب نمود، میگه کسی که از الله صادقانه خواست که یا الله مرا هدایت بکن، یا الله بر من راه درست بده، الله برش آینه میدهد که حق را از باطل فرق میکنه. سبحان الله.
هیچ گپ قوی هست. این علما ماشاءالله گپایشان میخوانم سر ما بسیار تاثیر میکنه. یا عالم میگه اگر کسی با از الله صادقانه طلب بکنه که الله راست باشی، باز الله بر تو چراغی را نصیبت میکنه، چشم تو، قلب تو، فکر تو حق میبینی. امروز اکثر مشکل از دوستا بسیاری کسا هست میگه من راه را گم کردیم که حق در کجا هست، راه درست در کجا هست. من نمیفهم که حق در کجا هست و به این خاطر بسیاری وقتا اینا در مشکلات است. خب چرا این حق گم کرده؟ مشکلش در چی هست؟ به خاطر از این حق نمیفهم. کدام گروه حق است؟ کی حق میگه؟ کلگی میگه که من حق هستم. ما بیخی راه را گم کردیم. همین سوالا زیاد از پیش ما میشه. من نمیفهم که پیروی از کدام راه بکنم، کدام عالم درسش گوش بگیرم. برش این مرض است. این مرض راگومی که است یک مرض است، راه را گم کرده. عالم برش نسخه میده، میگه این دوا تابلیتش. اگر میخوای که حق از باطل تفکیک بکنی، کدام عالم حقانی هست و کدامش درباری هست، دروغگوی هست، کدام درس درست است، کدامش غلط است، درس کدام عالم گوش بگیرم، از کدام عالم گوش نگیرم، کدام جبهه و کدام حرکت و کدام مردم به حق هستند و کدام مردم به باطل هستند. چه وقتی را الله بر تو نشان میده که الله صادق باشی؟ چرا حق که باطل تفکیک کردن نمیتونی؟ چرا مردمایی که به حق هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تا روز قیامت یک گروهی هستند که اونا به حق هستند، لا یخافون فی الله لومة لائم، در ملامت کننده ها هم پروا ندارن، اونا حق هستند. ما چرا او را نمیفهمم؟ به خاطر که الله اگر صادق باشم پیدایش میکنم. هست کی هست؟ ای که متردد هست و من نمیفهمم کدام یکی است. این حال چی است مشکلش است که چرا نمیفهمم؟ به خاطر از این نمیفهمم که این صادق نیست. از این خاطر عالم چی میگه؟ میگه کسی که صادقانه از الله طلب بکنه، الله برش مثل آینه واری چیز میده، چراغ برش میده، نور میده، هدایت میده که حق را با باطل تفکیک میکنه خودش. وقتی که میفهمی، درس هم که گوش میگیری، میفهمی که او ولی اینی دروغ میگه، اینی فریبکاری میکنه. چرا تو در جستجوی حق هستی؟ الله متعال برای انسان چی میکنه؟ برای انسان ابتدا عاجل بر انسان معلوم میشه که اینی دروغگوی هستی، باطل میگه و اینی صادق است، راست میگه. پس انسان حق و باطل با صدق خود میتونه. پس ما میخوایم که حق پیدا بکنیم و از باطل دور باشیم، که الله صادق باشیم. اگر دروغگوی است و غلطی هست و میخواد که دین از پشت سر خود بکشه، این حال خودش هر کاری که کرد باز برای کارهای خود چی میکنه؟ دلیل پیدا میکنه. از این خاطر چون خودش صادق نیست، علمایی که پیروی میکنه اونا هم صادق نیست. از کی پیروی میکنه؟ از عالمی که غلط است. اگر که الله صادق باشد، تو که الله صادق میبودی، الله برات راه حق نشان میداد و میفهمیده کی راست میگه کی دروغ میگه، حق در کجاست، باطل در کجاست. خب آخر الزمان است، فتنه ها هست، مشکلات هست، اختلافات هست، جنجال ها هست، بسیار مشکلات هست. حالا اینجا صراط المستقیم، راه مستقیم چه قسم انسان پیدا میکنه؟ وقتی که خود انسان امرای الله صادق باشه و صادقانه از الله بخواه که یا الله بر من راه درست و راه حق نشان بده. خود امتحان بکنه که من چند فیصد که الله صادق هستم. اگر 100% که الله صادق بودی، باور بکنید که انسان هیچ وقت در رسیدن به حق و شناختن حق مشکل نمی داشته باشه. اگر خود انسان باز صدق نداره، از این خاطر شرط لا اله الا الله، یکی از شرطشی است که تو لا اله الا الله میگی باید به الله صادق باشه. هیچ وقت الله غلط نباشی، دین الله را غلط و کت دین و کت اسلام و کت دین داری، در اینجا باید غلطی باید نکنی، صادق باید باشی و بفهمی که اینجا من غلط هستم، این چی است، حق بگی، باطل بگی. در صورتی که صادق باشی و کلمات قبول شود پیش الله، الله برات چراغ روشنی را میده که قلبت روشن میشه، چشمایت روشن میشه، میفهمی این حق است، این باطل است، این درست است، این غلط است، این مظلوم است، این ظالم است و به این شکل انسان باز میفهمه.